السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن. از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما امیدون به هر یک. آیا قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد. آیا قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. شرکت شفافرما داروهایی‌را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گیمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وحجته للناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما پدران عزیز، برادر و دادران مهربان که از راههای دور و نزدیک برای ادای یکی از رکنهای بندگی ادا کردن نماز جمعه شما حاضر شدید، همه شما را خوش آمدید میگویم. و پیش از آنی که دعا کنم و یک جایه در حق همدیگر، میخواهم یک حدیثی را که راوی این حدیث عبدالله ابن عمر است در باب فضیلت دعا از نام پیغمبر خدا میفرماید: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذی. پیغمبر خدا فرمودند به درستی این که دعا برطرف کننده هست، دور کننده هست آن بلاهای را که، آن مصیبت و مشکلات را که به سر شما آمده نیست. و دعا برطرف کننده هست
آن مهمات و آن حادثه که شما در او گرفتار هستید. فعلیکم عباد الله بالدعا. پیغمبر گفتند بس بر همه شما ای امت اسلام، ای پیروان قرآن، واجب است که دائم به دعا باشین تا که آن بلاهایی که به سر شما آمدنی و آن حادثه هایی که به سر شما می آید شما از آنها درک ندارید، خبردار نیستید. پیش از آنه که به سر شما این بلاها نآید شما دعا کنید تا که خداوند اون حادثه ها را از بالای سر شما دور کند. و پیغمبر گفتند و الحال در مصیبت و مشکلاتی که شما گرفتار هستید، چی بیماری باشد، چه از دست دادن پدر و مادر باشد، چی فرزند باشد و چی حادثه های دیگر باشد، دعا کنید خداوند آن مشکلات برای شما آسان می‌گرداند. حضرت سلمان رضی الله عنه میگوید ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا. رواه ترمذی. پیغمبر خدا گفتند خدای شما زنده هست، خدای شما هرگز نمی میرد، کریم است، سخی است. با این اقتدار و با این بزرگی که خداوند شما دارد، پیغمبر خدا گفتند یستحی من عبدی، همون ذات از این مخلوق خود شرم میکرده است. با چی شرم میکرده است؟ اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا. خدا میگوید من شرم میدارم که این بنده نالایق، این بنده که سر تا پا گناهگار است، به سوی درگاه من دست بردارد و من دست این را صفر یعنی خالی بر بگردانم. کرم بین، لطفی خداوندگار، گناه بنده کرده است او شرمسار. پروردگارا به حرمت این فضیلت دعا، به حرمت این خبرهای پیغمبر که دور کننده همه مشکلات بنده این دعا هست، ما هم دستی به دعا می برداریم و دعا میکنیم که اللهم انا نسألك عیشة نقیة و میتة سویة و مردا غیر مخزی ولا فاضح. ای پروردگار مهربان، این حیاتی که برای ما مقرر کردی، شاید 60 سال باشد، شاید 70 سال باشد، خدایا این زندگی ما را حلال و پاکیزه بگردان و برای حلال زندگی کردن خدای مهربان برای این قوم ما همه شرایط را مهیا بگردان. و خدایا خود فرموده کل نفس ذائقة الموت، بجز ذات من همه شما مرنده هستین. ای خدای مهربان، وقتی ما از این دنیا میگذریم، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. خدایا سختی جان کندن را، مشقت جان کندن را برای ما، برای این قوم ما خدایا آسان بگردان. و خدایا ما را به سوی خودت خجالت رهسپار مگردان، ما را در محشرگاهت خدایا شرمنده مگردان. خدایا ما را با ایمان سفر کردن در موفق بگردان. آرزوها و مرادها و مطلوبهای نیکی که در دل این بندگان تو هستند خدای مهربان برآورده بگردان. در این قوم ما شخصانی بودند که نماز می‌خواندند، الحال در عالم ارواح هستند و امید دعا و فاتحه این قوم ما را دارند. خدایا ارواحای ما را، روحشان را شاد، قبرهاشان را پرنور بگردان. بیماری ها هست،
بیماری های مسلمان های ما را علال خصوص در اینجا یک بابای حاجی الحال مراجعت کردند، بابای حاجی سلیمان. خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. امروزها هوا گرم است، به همه ما و شما معلوم است. میخواهم که پیش از هر یک نماز شما سنت پیغمبر ادا کنین، زیرا در شستن بدنهایتان شما چنان مکافات میگیرین که از دست هیچ مخلوق نمی آید. این مغفرت گناه است. وقتی شما اگر بدنهای خود میشوین، تازه میکنین و به نماز جمعه میایین، خداوند با این ادا کردن امر گناههای شما را مغفرت میکنند. پیش از نماز جمعه باید که همه شما بدنهای خودتان تازه کنین، شوین، و اگر در سر تاقی هایی که داریم و همه ما و شما معلوم است که به نهایت بوی بدی دارند، علال خصوص باز در همین تابستان وقتی ما و شما بالای سر میگذاریم، چی یک بوی بدی از تاقی های ما و شما بدر می شود که چگونه که از حدیث پیغمبر خدا بر شما گفته بودیم که هر لباس، هر بدنی که بویناک باشد ملائکه ها از او آزار می یابند. چگونه که البته بنده مؤمن آزار می یابد، ملائکه های رحمت هم از بوی بدی ما و شما آزار می یابند. از این خاطر در زیرش می توانیم ما و شما از همین عرقچین هایی که داریم استفاده کنیم و تاقی ها را در مسجد میگذاریم. با این عرقچین ها که عرق پیدا نمیکنن نماز میخوانیم و بعدا باز در سر میگذاریم. کسی که میخواهد بعد از مسجد بیرون میشویم. بسیار خواهش میکنم که امروزها بسیار گرم است، کاری کنین که یعنی با بدنهای بویناک خود به نماز جمعه حاضر نشویم. بهترین لباس هاتون در برتون کنین، لباس های پاکیزه تون. اگر مبادا در پهلوی شما برادری باشد که خواه جورابی وی بوی کند، خواه بدن او بر او خبر دهین که برادر بدن تو بوی میکند، جورابی تو بوی میکند، بیرون از مسجد کن، زیرا در جای پای و یک برادر دیگر سجده میکند وی آزار مییابد. بسیار خوب میشود که این مسئله ها را ما و شما بسیار با دقت باشیم، زیرا اسلام ما و شما پاکیزه است. ان الله النظیف یحب النظافه. خدا خودش پاکیزه است، خودش تازه است، پاکیزه ها و تازه ها را دوست می دارد. امروز چگونه ای که بر شما وعده کردیم که خیلی سوال های زیاد نزد من منتظر جواب هستند و یک قسمتی اونها باز در خانه باقی ماند، یک قسمت دیگرش که الحال در این یک ساعت جواب میگوییم. از همه شما خواهش میکنم که خیلی با دقتانه به این سوالهای دادگی برادرهای ما و شما با دقت باشیم. انشاءالله ثواب جزیلی میگیریم. و جمعه آینده خدا خواسته باشد از فضیلت شوهر بالای زنها، که شوهرها بالای زنها چه فضیلت دارند، چه حقها دارند، چه حقوقها دارند، انشاءالله به شما جمعه آینده خبر میدهیم. داملای عزیز و داملای عزیز، اول و آخر از خدای واجب الوجود و بعدا از جمیع مسلمانان خواهانم که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من انشاءالله دعای خیر کنید. خدا از شما راضی باشد. فرزندان در غریبی خدمت و تحصیل کرده ایستاده اند، دریغ نداره، در حق من هم دعا کنید. شاد باش بنده نیک. یعنی ما دائم دعا میکنیم و باز دعا میکنیم که خدای مهربان اون فرزندهایی که از این دیار ما و شما بیرون از وطن ما و شما قرار دارند، چی برای تحصیل رفته باشند، چی برای به دست آوردن مال
برای بهبود کردن زندگی هشان خدای مهربان سفرهاشون به خیر بگردانی و با مرادهای حاصل شده خدای به خاندان پس بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم محترم حاجی مرزا. خداوند همیشه شما را نگاه دارد و زبان شما را همیشه گویا گرداند که ما از این پند و نصیحت های شما راه راست را یافتیم و از کارهای بد دور شدیم و با شرافت موعظه های شما بسیار کسان راه راست را یافتند و همه جوانان ناحیه ما مخلص شما شدند. همیشه ثبت های کسیتوی شما را انتظارند و از شما خواهش التماس نمودند که همین شعر نویسنده را از زبان شکرین شما شنویم. التماس همین کسیت را ما بررسی میبریم و یک گروه مخلصان شما از ناحیه کلخازآباد از مسجد ملا عمر. اینجا یک شعر این برادر ملا عمر یعنی کتابت کردن از ناحیه کلخازآباد که این ما بهر شما خوانیم، میلش میخوانیم. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله، هر کار که میکنی خدا خواهد و گوی، کارت بر رواج میشود انشاءالله. هر کس که بود بنده آزاد خدا، شکرانه کند بداد و ناداد خدا. جز مهر خدا کی بود مهر دیگر، کی یاد کسی کند و جز یاد خدا. رفتن شاهان از پی در یوزدری، بشکست کلاه و قدح و کوزگری. خاری بودا عاقبت عمر عزیز، بی طاعت و بی نماز و بی روزگری. البته این خدا رحمت کند این برادر ملا عمر بسیار یک یعنی شعری نیکی که همه از پند نصیحت عبارت هستند. اصلا شعر خواندن در اسلام این هیچ خلل و نقصی ندارد. یعنی شعری که اگر اون مذاق نباشد، شعری که وای دروغ نباشد، وای در اسلام خواندن این شعر هیچ غلطی نیست. برای همین خداوند در هر یک کلمه ای که این برادر ایجاد کردن خدا حسنات در نامه اعمالش کتابت کند. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش دارم در حق پدر من و جمیع گذشتگان و مشکلی دارم دعا کنید، در نگهبانی خدا باشید. خدای مهربان این پدری که الحال این فرزندی که از جانب پدرش شاید که دعا طلب کرده باشند، خداوند این پدر هر مرادی که داشته باشد حاصل بگرداند. اگر گذشته باشد خدا رحمت مغفرتش بگرداند و این مشکلاتی که این بنده تو دارد خدایا با فضل خودت اون مشکلات آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج. حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه. هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست. بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین باید که باید تازه نگه بدارین، پاکیزه نگه بدارین. این همچی است، سنت است. چی موی سر ماندن چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است.
این هیچ گناهی در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود، یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد. شاید 1 گرم یاید، شاید نیم گرم یاید و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگیم و یک دمچکی میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع. پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع. حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض. پیغمبر گفتند بعض سرش را می تراشد و بعض سر او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چی یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند. همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند. امروز مسلمان ها همونها را دیدند تقلیدی بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یا اینکه امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند دو طرف میتراشند. همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخشان در بین ما و شما پیدا میشود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همه طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم. این به نهایت گناهگار میشود. شخص همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادر مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین دخترتانه که سرتراش ها را میارین ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسک ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها در شما اهمیت دید. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند. 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بے پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهن، همش گناهگار میشویم. السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا
مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همین دنبی هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعتی مثال غلیظ پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است که آخه از اونها استفاده کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. من از نام خودم عمر و شیرعلی استقامت کننده قشلاق مهنت آباد خواجگی سفرف ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیلی مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عفو گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشمها به دیدار شما موفق نشده ایستاده‌ام. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتدار بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان این پدری که از دو چشم عاجز هستند، خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب روزیش بگردان و جمیع مشکلات هاش خدایا آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدایا صحت و سلامت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یگان نمایندش باشد بیاد انشاءالله از اینجا میگیریم، چند فتنه در کار باشد میدهیم، هدیه برده در حق ما دعا کنند. السلام علیکم داملای عزیز. با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امامی باشد که از اون ده افضل و بهتر باشد، این صورت ده از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون دیده بهتر و افضل تر باشد مرحمت اون پیش دارند، لیکن اگر نباشد وای نماز خواند باقی ندارد در نماز شما. طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ ضرری ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه